بسم الله الرحمن الرحیم. سوال داریم اگر لگاریتم x به قاعده b مساوی به 50 و لگاریتم a به قاعده b مساوی به 25 باشد، در این صورت قیمت لگاریتم x به قاعده a چند خواهد بود؟ بریم سوال نوشته میکنیم. لگاریتم x به قاعده b مساوی است با 50، لگاریتم a به قاعده b مساوی است به 25. در این صورت از ما خواسته شده لگاریتم x به قاعده a مساوی است به چند. برای حل سوال ابتدا باید یک قانون لگاریتم نوشته کنیم. یک قانون لگاریتم داریم که اگر یک لگاریتم a به قاعده b داشته باشیم، این لگاریتم میتونیم به قاعده دلخواه تبدیل کنیم. لگاریتم a به قاعده c و لگاریتم b به قاعده c. هیچی است یک قانون لگاریتم. قانون لگاریتم. برای حل این سوال هم از این قانون استفاده میکنیم. لگاریتم x به قاعده a از ما خواسته شده. ما میایم لگاریتم این دو معادله را طرف به طرف تقسیم میکنیم. لوگ x به قاعده b تقسیم شود بر لگاریتم a به قاعده b مساوی میشه 50 تقسیم بر 25. 50 تقسیم بر 25. این نظر به قانون میفهمیم. b اینجا قاعده مشترک است، پس این میتونیم نوشته کنیم لوگ x به قاعده a. این طرف 50 تقسیم بر 25 چند میشه؟ 2. پس جواب ما لوگ x به قاعده a مساوی به چند شد؟ 2. کدام از جواب چهارم؟